درود و رحمت الهی به یکایک شما هموطنان و پارسیگویان ارجمند. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکت محمد با شما هستم. اینک نامگوی خبرهایی که این لحظه پیشکشی شما می‌گردد. کوشش غصب میدیا هولدینگ آزیاپیلوس از جانب داماد رئیس جمهور شمس الله صاحبوف. طبق اعلام بانک جهانی مانع اصلی رشد اینترنت در تاجیکستان خدمات علاقه کشور است. 3 نامزد اساسی جایزه بین المللی به نام فیض نصاب واحدوف معلوم شدند. 1 سال می شود که سایت خبرگزاری آزیاپیلوس مسدود است. 2 هفته آخر مالکان این سایت به آن دسترسی ندارند. چنانه که در سایت رسمی آزیاپیلوس آمده است، سایت با واسطه تقلب DNS سرورش مسدود شده است. یعنی آنجا جای حرف آ رقم 0 نوشته شده است. این کار را کی کرده می تواند؟ البته خدمات علاقه، چون به DNS سرور تنها خدمات علاقه که آن را خدای رئیس جمهور بکسبوری رهبری می کند دسترسی دارد. تهاجم لفظی به نشریه آزیاپیلوس هنوز سال 2015 آغاز شده بود، اما سالهای آخر دسترسی آن به معلومات را نیز قطع کردند. نیم سال قبل گروه جوانان اوانگارد متعلق به وزارت امور داخلی تاجیکستان 9 فوریه سال جاری در شبکه اجتماعی فیسبوک واکنش به مقاله آزیاپیلوس نشر کرد و این خبرگزاری را در همکاری با ایالات متحده آمریکا متهم ساخت. اوانگارد را مقاله چرا مردم تا حال از میلیسه های تاجیک میترسند به خشم آورده بود، هرچند خشم و مهربانی این گروه همیشه از فرمان بالا وابستگی دارد. اوانگارد همان گروه است که با سفارش وزارت کارهای داخلی نزد سفارتخانه های آلمان، ایالات متحده آمریکا و ایران تظاهرات گذرانیده بود. سازمانی که بدون فرمان از رهبریت وزارت امور داخله حرف نمیزند. مرا همچون یک جوان یک چیز دیگر به اندیشه انداخت که خودی همین مجله و کارمندان آن در پیشرفت جامعه و تشکل جهانبینی جوانان مردم کشور و پیشرفت جامعه چی سهم داشته باشند. بنیادگذار خبرگزاری امید باباخانوف خودش در دیگر کشورها گشت و گذار کرده، از کجا میداند که زیر دستانش او را فریب کرده هر چیز خواند نوشتن میگیرند. من همچون یک جوان فکر میکنم آنهایی که از میلیس ترس دارند خود یا جنایتکارند و یا در پی صادر کردن جنایت می باشند. آزیاپیلوس همیشه زیر ناخن چرک می کوبد. همینطور هیچ مقامات سبب مسدود کنی سایت خبرگزاری آزیاپیلوس را شرح نمی دهد. وزیر کارهای خارجی سراج الدین مخردین در نشست مطبوعاتیش سنه 12 فوریه سال جاری با تکیه به مقامات مربوطه گفته بود در تاجیکستان سایت های خبری به خاطر امنیت مسدود می شوند. در زمان جنگ شهروندی هر کس چیز خواست، کدام عقیده را میخواست میتوانست در اینجا ترغیب کند. بعد این ما خیلی چیزها را آموختیم. معلومات اسباب قوی است که هر کار را میتواند انجام دهد. برای به تنظیم ضروری این روش ها تربیت کردن شهروندان در روحیه وطن دوستی و غیره. بعضی سایت ها گاهی مسدود می شوند. در همین حال طبق اطلاع منبع پیام شرکت فراز به خبرگزاری آزیاپیلوس چشم نهاده است. فراز در بسیاری از ساحه ها بیزنس خود را راه اندازی کرده به بزرگترین شرکت منپولی شخصی تبدیل یافته است، اما تا حال رسانه خود را ندارد. میدیا گروه آزیاپیلوس که یکی از پر اعتبارترین خبرگزاری های کشور است، برای این غول منپولیست لقمه است که میتواند با هر راه از خود کند. طبق اطلاع منبع پیام گپ دیگر سر خرید و فروش اگنتی هم نیست. فراز میخواهد آن را بی پول غصب کند. این تجربه نه فقط در تاجیکستان، حتی در بعضی کشورهای دیگری با نام دموکراتی هم دیده می شود که دولتمردان کوشش میکنند در اختیار خود رسانه داشته باشند. در این باره ما ظفر صوفی، شاعر، روزنامه‌نگار، صاحب رسانه، مؤسس و مدیر کل رسانه های آژانسی اطلاعاتی آزادگان را به صحبت دعوت کردیم. استاد ظفر، کوشش دارای رسانه بودن دولت مردان بهر چیست؟
چون این گونه تجربه چنان که گفتیم نه فقط در تاجیکستان است. طبیعی است که مثلا در کشورهایی که به حساب بازاری اطلاعات خریدار زیاد دارد و چرخشی مبلغای کلان در این بازاری رسانه مخصوصا در بخش پیام بازرگانی وجود دارد، در اون کشورها طبیعی است که اگر حالا گفتیم اونایی که سر قدرت هستند و با اگر اون کشور افراطی یا دیکتاتوری باشد به طور طبیعی اینا از خود میگیرن زیر دستی خودشون نزدیکای رهبرای او دولت ها. اما در بعضی جاها میبینیم که پیش از این که بیان به سر قدرت اونا رسانه ها دارن، یعنی سیاستمداران قبل از این که یا مثلا حزب قبل از این که بیان سر قدرت این کار دارن. حتی بعضا میبینید که همون کشورهایی که گویا به ظاهر دموکراتیان بعداً میبینید که در اصل نه میشن دیکتاتوری، بعداً دیکتاتوری میشن، یعنی که حداقل مثلا افراطی میشن. از این نظر این تجربه در جهان وجود دارد. حالا مثلا در تاجیکستان چرا اینطوری نشده تا این موقع؟ در تاجیکستان خب طبیعی است که مثلا به سر قدرت اینا با زور سلاح آمدن و همچنان تفکری فرمانده سالاری یا نمیدونم همون با تفکر سلاح تا دیروز بوده. البته چند سال قبل بعضی تلاش های حسن اسدالله زاده، این از خشای زنی رئیس جمهور، تلاش داشت که رسانه های داشته باشد و چند رسانه هم فکر میسی که راه انداخت، البته گویا خودش در پشت صحنه است اما راه انداخت. حالا تا چند موفق شد که در عرض شود که نظارت یا که کنترل فضای اطلاعاتی در کشور موفق باشد، اینش بحثی دیگه است. مثلا کدام رسانه را شما در نظر دارید؟ مثلا رادیوی امروز از اون حسن اسدالله زاده است. همه میدونن در کشور که رادیو امروز مؤسسش حسن اسدالله زاده است. شرکت حسن اسدالله زاده است، در هر صورت مال اون بود زمانی که من در تاجیکستان بودم. حالا نمیدونم اخیراً در چه وضعی است. اما از طرف دیگه تلاش‌های برای تأسیس تلویزیون نو چیزی هم داشت. بعضی رسانه‌ها برای خریدن هم مثلا اون موقع تلاش‌های کرده به سال 2012-13. شما اینجا با از خودکنی رسانه و تأسیس رسانه‌های خودی از جانب پیوندان رئیس جمهور اشاره کردید. آیا به خبرگزاری آزادگان نیز یک چنین چشم دوختن‌ها شده بود؟ آیا گفته بودند که به خوبی آزادگان را در اختیار ما گذار؟ ببینید طبیعی است که مثلا وقتی آمدن به این سمت به رسانه‌های موفق حتما که تلاش میکنن که اونها را از خود کردن، شاید اون موقع سال 2012-13 خریدن بود. صحبت این که مثلا یک رسانه بیان بخرن و در کشورهای دیگه هم این مثال در چند کشور دیگه از جمله مثلا در قرقیزستان بود، در روسیه هم این کارا بود، در بعضی از کشورهای سابق شوروی که میل به سمت دموکراتی داشتن اون موقع این چیز بود. و تاجیکستان هم واقعا سال 2010 تا از 2009 تا 2013 فضا واقعا داشت به سمت مردمی شدن، به سمت دموکراتی شدن. حداقل یک سبکی های وجود داشت و اون موقع هیچ کس جرئت نمیکرد به خودش که بیاد مثلا از خود کند. اما از سال 2015 به بعد که دیگه کشور کاملا در دست یک خانواده است، هر کاری میخوان میکنن. حالا مثلا این که آوازه ها پخش که گویا به چشم‌الا کردن به ازیا پیلوس میتوند این واقعیت داشته باشد. خب ازیا پیلوس در هر صورت اگر گویم همچون یک منبع درآمد اقتصادی قوی برای اینا که دیگر مثلا چند بازار دارند و نمیدونم از چندین کارخانه ها دارند و چندین شرکت ها دارند و برایشون اصلا شاید برای درآمدی مالی این چشم علا نکرده، اما جایگاهی ازیا پیلوس با عنوان یک رسانه مستقل و با عنوان یک فضاساز در فضای خبری کشور مهم است. اینو دنبال رکلام در ازیا پیلوس فکر نمیکنم باشه. شما به سوال من جواب نگفتید. آیا به خبرگزاری آزادگان هم یک چنین حالت پیش آمده بود؟ آیا از جانب دولت مردان و عائله رئیس جمهور کوشش شده بود که خبرگزاری آزادگان هم از خودشان باشد؟ چشم‌الا کردن نبود، اما میخواستند که مثلا پیشنهاد بود، برای ما پیشنهاد شده بود که مثلا بیایم واگذار کنیم. اما اخیراً مثلا در زمانی که دیگه من در داخل نبودم، خب تلاشا برای این که مثلا من از حذف کنن از چیز وجود داشت.
یعنی از گازت بعدی که خبرگزاری به حساب با اون دلایلی که من قبلا گفتم در این باره، خب بعد وقتی اومدن هفته‌نامه را گفتن که از چند نفر خواهش کردن که از طریق مثلا با ما صحبت کنن که ما واگذار کنیم کاملا، مثلا یعنی نام ظفر صوفی نباشه در گازت. یعنی اینطوری چیزا متاسفانه اخیراً در کشور به نظر میرسد که وجود دارد. چرا تا این حد میخواهند همه از خودشان باشد؟ با این حال فضای رسانه‌ای چی میشود؟ ببینید وقتی که میان با یک عوض کردن یک حرف با یک صفر میتونن یک رسانه را برای چند مدت مسدود بکنن. مثلا ازپیلوس، منظورم سامانه ازپیلوس است، سایت ازپیلوس. یا مثلا وقتی میتونن راحت بیان مثلا یه چاپخانه را بگن که هفته‌نامه را چاپ نمیکنی. خب دیگه از کدام فضای اطلاعاتی میشود صحبت کرد؟ وقتی که دستشون با این حد دراز است که میتونن راحت ببندن. اما به نظر میرسد که تأثیری محیط بیرونی تاجیکستان، یعنی سازمان‌های بین المللی و نهادهای بین المللی هنوزم روی میدونن که اگر اینا در به حساب نگیرن خب وضعشون طبیعی است که مثلا بد میشه در بیرون از کشور. برای فضای داخل هم میخوان که یک جوری این چیز وجود داشته باشه و بیرون هم بگن که نه اون خودش فروخته، مثلا رفته، خب اون تقصیر خودش. یا مثلا از نظر اقتصادی نتوانستن کار بکنن، حالا دیگه واگذار کردن کسی دیگه چیز کرد دارد میچرخاند و یک جوری مثلا فضای میخوان که کنترل داشته باشن. به نظر من فضای اطلاعاتی را منظورم. حالا فضای اقتصادی که دیگه میشد گفت کاملا دستشونه، فضای بیزنس که دیگه دست خودشون است. خب دیگه مونده فضای سیاسی که دیگه هیچ گروهی سیاسی قوی که در برابر این حکومت قد علم کنه در داخل که نیست، نه شخصیت ها مونده نه مثلا گروه های قوی. خب طبیعی است که دیگه تنها چیزی که مونده وکیل مدافعایی که بودن اونا رو سرکوب کردن رفتن دیگه. اما اونایی که مثلا میتونستن حرفشون رو بزنن دیگه یا از کشور فرار کردن یا کاملا خاموش شدن یا در زندانن مثل بزرگمی. خب در این محیط تنها مونده همین رسانه که شاید هر سری چند اگر موضوع سیاسی هم هیچ نپرداختن، بعضی موضوع اجتماعی رو میپردازن و همون هم شاید دیگه شان نیامده طور میپردازن که اونطوری که خودشون دلشون میخواهد. به نظر من اینطوری میرسد، چون من چیز دیگه نمیبینم. عرض کردم از فضای رسانه کشور یا که از رسانه در تاجیکستان امروز سرمایه به دست آوردن، یعنی مبلغ به دست آوردن اصلا امکان ندارد. یعنی دنبال سرمایه نیستن اونا از اون جهت. فرض کردیم امید باباخانوف رهبری ازپیلوس نخواست این رسانه را به کسی واگذار کند یا در اختیار عائله رئیس جمهور گذارد، چه پیامدی خواهد داشت؟ البته من امیدوارم که ازپیلوس با اون روز گرفتار نشود، چون واقعا یک رسانه در واقع حرفه‌ای است. من دوست دارم که در فضای اطلاعاتی کشور ما با همه بسته بودن فضا رسانه مثل صدای مثل ازپیلوس یه شمع روشن باشد. بودن اون برای فضای اطلاعاتی کشور خوب است. حالا اگر آمد و اون حدسایی که میزنیم، یعنی اگر نشد مطمئن باشد، اگر راضی نشد، اگر اون آمدن چشم علا کردن با توجه به تجربه چندین شرکت‌های دیگه که از جمله مثلا همون شرکت فراز که امروز صاحبش همون شمس‌الله صاحب است، مطمئن باشید که میگیرن، اصلا نگرفتن میبندن. یعنی امید باباخانوف دیگه مجبور میشد که قطع کند، چون برعلاش خیلی وقت است که فضا سازی میشود. این نمیدونم در این کشور نیست، این میگرده در جاهای دیگه، از این حرفای چرت و پرتی که همیشه مثلا امنیتی ها با فیکاشون میگفتن و با امنو را شروع میکنن و امید مثلا تلاش میکنن که یک دشمن جلوه بتن در نظر مردم، در صورتی که یکی از وطنگراترین و پاتریوتترین شهروندی که من میشناسم در بین روزنامه‌نگاران، یکی از بهترین انسان هاست، اما میتونن بدنام بکنن. متاسفانه فضای کشور اینطوری شده و مطمئنا میبندن. اگر نداد میبندن، اگر چشمالا کرده باشن یا میگیرن یا میبندن، یا از من یا از هیچ کس. اونا به نظر میرسد که همون اصول ها یا که پرینسیپ های دزدای دریایی، یا ما میگیریم یا کشتی آتش میزنیم. تشکر به شما که با ما بودید. اینجا میخواهم نظر سابق کارمند خبرگزاری ازپیلوس روزنامه‌نگار همیرا بختیار را در این باره بشنویم. تا امروز مسئولین ازپیلوس از تقدیر آینده رسانه خود چیزی نگفتند.
از این لحاظ برای استفاده واژه غصب رسانه مستقل هنوز خیلی زود است. تلاش صاحب رسانه شدن نزدیکان رئیس جمهور غیر طبیعی نیست. آنها می‌خواهند از اصول ثروتمندان و منصبداران کشورهای پساشوروی استفاده کنند. به احتمال زیاد با این راه آنها می‌خواهند افکار عموم را به وجود بیارند و هم درآمد خوب داشته باشند. همگان می‌دانیم که آزیا پلاس یکی از سردرآمدترین رسانه مستقل در تاجیکستان بود. زمان فعالیت من در آزیا پلاس فشارها از طرف مقامات امنیت بیشتر وجود داشت و تعجب آور آن است که بعد قبول بعضی شرط‌های مقامات امنیت آزیا پلاس نتوانسته است هنوز هم مشکلات خود را برطرف کند. شرکت فراز به داماد رئیس جمهور تاجیکستان شمس‌الله صاحبوف تعلق دارد و این شرکت تجربه بای غصب سازی را دارست. برای مثال تنها در سال 2018 فراز شرکتی ویفا سنتر که به صاحبکاران ترک تعلق داشت و لاتا سپورت که مالی صاحبکاران تاجیک بود را غصب کرد. خود شرکت فراز هم غصب شده است. این شرکت قبلا به عمرعلی قوتوف صاحبکار و پایه‌گذار گروه 24 تعلق داشت که از طرف شمس‌الله صاحبوف غصب گردید. شمس‌الله صاحبوف را فرمایشگری قتل عمرعلی قوتوف می‌دانند که سال 2015 در استانبول ترکیه پرانده شد. در حساباتی که سازمان فرانسوی خبرگزاری بدون مرز درباره آزادی بیان نشر کرده است، تاجیکستان بین 180 کشور در موقع 149 قرار دارد. در 2 سال آخر نشریه‌های مستقل معروف چون نگاه و آزادگان زیر فشار مقامات فعالیت خود را قطع کردند. بانک جهانی در یک گزارشی تازه نشر کرده‌اش گفته است خدمات علاقه تاجیکستان مانع اساسی رشد ساحه مخابرات در تاجیکستان است. این خدمات را خدای رئیس جمهور بیک صبوری رهبری می‌کند. تأسیس مرکز یگانه کمونیکاسیونی و وادار کردن شرکت‌ها به خرید اینترنت تنها از تاجیک تلکام، محدودیت در فروش سیم کارت، منع علاقه NGN و علاقه نوی وایس آور اینترنت پروتکل را بانک جهانی از اقدامات خدمات علاقه می‌داند که باعث به رکود یا کرختی این ساحه گشته است. در این گزارش گفته می شود ساحه مخابرات در تاجیکستان در آغاز سالهای 2000 با سرعت رشد می کرد و توان رقابت را داشت، اما حالا در پایان ترین سطح در جهان قرار داشته رقابت پذیریش را پر از دست داده است. بانک جهانی به این نظر است که در این ساحه برخورد منفعت‌ها وجود دارد. در گزارش آمده است که خودی خدمات علاقه سیاست ساحه مخابرات را معین می کند، اما در همین حال مالک شرکت تاجیک تلکام است که مانع وارد شوی سرمایه‌های خصوصی و رشد اینترنت شده است. در گزارش تاکید شده است تاجیکستان از روی شرایط و سندهای تنظیم کننده ساحه مخابرات در جهان در جای آخر قرار دارد و ریتینگ رقابت پذیریش به 0 برابر است. گفته می شود خدمات علاقه نمیگذارد شرکت ها به سمت چین و افغانستان ناقل های آپتیکی بکشند. این گونه خطا می تواند به کم شدن خراجات و افزایش سرعت و صفت اینترنت را مساعدت کند. بانک جهانی معتقد است بالابری انداز، جاری کردن اکسیز و تطبیق قاعده های متفاوتی اندازستانی از شرکت ها به مفلس شوی شرکت های موبیلی آورده رسانیده است. این باعث گردید شرکت های شویدی تلیه و هلندی ویون سهمیه های خود را به تیسل و بیلاین فروخته ترک تاجیکستان کردند. اینک چند خبر و رویدادهای دیگر در گزارش همکارمان صفیه واحدوه. دبیرخانه جایزه بین المللی فیضی نیسا واحدوه اعلان کرده است پس از بررسی طولانی 3 نامزدی اساسی جایزه به نام فیضی نیسا واحدوه را انتخاب کرده است. این جایزه به کنشگران عرصه دفاع از حقوق بشر و فعالان اجتماعی اهدا می شود. از بین 40 نامزدی پیشنهاد شده دبیرخانه 3 نامزدی نهایی را انتخاب کرده است که یکی از آنها بعد آوازدهی نهایی صاحب جایزه خواهد شد. این 3 نفر عبارتند از وکیل معروف دفاع و زندانی سیاسی بزرگ مهریاروف، حامی حقوق مهاجران در روسیه کریم جان یاروف و وکیل دفاع مقیم روسیه عزت امان. گفتنی است هفته گذشته بزرگ مهریاروف همچنین نامزد به دریافت جایزه پراعتباری به نام واسلاو هاول گشته بود.
بعد کوششی از طرف شعبه کمیته امنیت در ناحیه ظفرآباد متهم کنی مؤذن مسجدی به نام امام بخاری این ناحیه به دزدی او از کشور فرار کرده است. این اولین تقلب از طرف امنیتی های ناحیه و اولین فراری خادم مسجد نیست. طبق معلوماتی که به دست پیام رسید، به گفته نمازگزاران این مسجد وقتی جمع‌آوری صدقات بعد نماز عید قربان، کارمندان امنیتی به خلطه پول جمع کنی یک کپیوره $100 میپرتایند. اما بعداً وقتی حساب و کتاب مبلغ جمع شده آن $100 پیدا نمی شود. کارمندان امنیت همه خادمان مسجد را بازجویی نموده در آخر مؤذن مسجد حاجی وهاب را متهم میکنند. اما بعداً معلوم می شود که حاجی وهاب که خود از ثروتمندان ناحیه بوده، یکی از قصابان حلال کار به شمار می رفت، به روسیه فرار کرده است. شرح بیشتر را در این باره از پایگاه پیام بخوانید. نماینده امریکا در امور صلح افغانستان اعلام کرد که خروج نظامیان امریکا از 5 پایگاه در افغانستان پیش بینی شده است. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان، دیروز دوشنبه طی سخنان پس از دیدار با محمد اشرف غنی و عبدالله سران حکومت وحدت ملی این کشور اظهار داشت اگر شرایط همان گونه که در توافقنامه است پیش برود، در 135 روز 5 پایگاه فعلی را که ما حضور داریم ترک میکنیم. خلیلزاد افزود که بازگشت امارت اسلامی طالبان با زور پذیرفتنی نیست. اگر تلاش شود که نظرات یک طرف به زور بر دیگران تحمیل شود، نتیجهش جنگ خواهد بود. حدود 100 ساکن شهر ژناوازن ولایت منگیستاو دیروز 2 سپتامبر در نزد بینای شهرداری جمع شده ناراضگی خود را به سازشنامه بین حکومت قزاقستان و چین درباره بنیاد 55 کارگاه صنعتی بیان کردند. جمع شده ها از پرزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقایف طلب کردند که سفر خود را در روزهای 12 و 13 سپتامبر به چین بکار کند. آنها همچنین از شهرداری ژناوازن خواستند سبب قرض گرفتن از چین را شرح دهد. چین 4مین سرمایه گذار و 3مین قرض دهنده بزرگ قزاقستان است. قزاقستان در نوبت خود برای چین منبع اشیاء خام، بازار فروش محصولات و منطقه ترانزیتی می باشد. پکین امسال به نورسلطان 2 میلیارد و 62 میلیون یوان قرض داده است. قزاقستان در حال حاضر از چین بیش از 12 میلیارد دلار قرضدار است. یک دختر نابالغ تاجیک در سرطف روسیه 3 مراتب مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. برای تجاوز اول یک تاجیک دیگر به زندان رفته، مرد آذربایجانی که در 2 تجاوز دیگر متهم شود در آزادی قرار دارد. در این باره رادیوی مهاجر خبر می‌دهد. طبق اطلاع منبع، پس از این حادثه ها دختر 3 مراتب دست به خودکشی زده است و حالا در بیمارخانه در حالت وضعی روحی قرار دارد. در همین حال رئیس جمعیت تاجیکان سرطف دوستی استفان سلام و گفته همه گناه در خود دختر است و در حق گمان بر تهمت میزند. همینجا انجام برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت پیگیری نمایید. همچنین همه روزه چند برنامه‌های دلنشین در رادیوی پیام صدا می‌دهند که امیدواریم پسند شما می‌گردد. هر خبر و رویدادی را شاهد شدید، لطفاً به این رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. مخفی نگاه داشتن حیثیت شما کفالت داده می شود. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر.